خیلی از اوقات ما دیدیم که خب طرفی که میاد یه نسخه جعلی رو ایجاد میکنه، علاوه بر اون مختصات جغرافیایی که از محل ثبت و ضبط کرده، میاد روی صخره کوه یا دیواره‌ای از کوه یا روی یک سنگی که در اونجا قرار داره نقوشی رو حک میکنه، ایجاد میکنه. مثلا نقش ماهی، نقش مار، حتی نقش فلش رو ایجاد میکنه، میزنه و نهایتاً توی اون نسخهش دقیقاً به این نقوش و به این فلش و به این آثار هم در واقع اشاره میکنه که در واقع اینا سراسر همش در واقع دروغه و اصلا صحت نداره. به خاطر اینکه تمامی این نقوش اگر که واقعا روی این صخره‌ها و روی این بدن کوه وجود داشته، قاعدتاً ابتدا باید یک باستانشناس یا یک کسی که در واقع به صورت آکادمیک و به صورت دانشگاهی روی این حوزه فعالیت داره باید بیاد مطالعه و پژوهش بکنه، ببینه که اصلا این نقوش مربوط به چه مقطع زمانی و مربوط به چه دوره تاریخی هست. آیا اصلا این نقوش صحت داره یا شاید نقوش جدیدی باشه که در خیلی از این مواردی رو که حالا اینها مرتبط هستن با اون نسخه ها، در واقع نقوش جدیدی هستن و فرد به صورت تقلبی این رو بر روی صخره ها و دیوارها متاسفانه ایجاد کرده و به وجود آورده. حالا یه جام هست طرف میره نسخه رو خریداری میکنه، میره حفاری و کاوش میکنه، به هیچی برخورد نمیکنه، چیزی به دست نمیاره. بعد که میاد به اون فردی که نسخه رو ازش خریداری کرده رجوع میکنه و اعتراض میکنه که آقا نسخه تو نسخه‌ای نبود که من بتونم به چیزی برسم، اون فردی که نسخه رو بهش فروخته گفته احتمالاً این نسخه شاهی بوده، نسخه وزیری نبوده. اون زمانم مثل الان بالاخره دور زدن همدیگه بوده. وزرا هیچ موقع مالی که قایم میکردن برای شاهها مثلا خودشون برمی داشتن نسخه 2 تا میدن، یکی شاهی یکی وزیری. اونی که وزیری بود توش جنس داشت، اونی که شاهی بود نداشت. وزیر به خاطر اینکه طمع داشت، والا به گفته اون آقایون طمع داشته به اون گنج و به اون دفینه، نسخه اصل رو برای خودش نگه میداره و مشهور میشه به نسخه وزیری و اون نسخه‌ای که در واقع میده به پادشاه میشه نسخه شاهی که در واقع نسخه غلط و اشتباهیه. بنابراین باز اینجا میان از این عدم آگاهی مردم این سوء استفاده هم در واقع این افراد انجام میدن.